خانه نویسندگان امروز سیرآدم است. ادیبان، منصبداران و مخلصان برای ودا با مهمان بختی آمدند. از جمله رستم امامعلی شهردار دوشنبه که در چنین مراسم ها خیلی کم دیده می شود. نزدیکانش گفتند رهبر پیشین اتفاق نویسندگان ناگهان ففتید. با فکرم که ساعت یک بود که پسرش من زنگ زدم که کویوبم یک گفت که تلفن نمیگیره. بعد پسرش گفت که در بیمارخانه ما چیکار کرد؟ گفت کمتر دلش شد. و من رفتم بیمارخانه و گفت که کمتر اینجا سوخته خیال کردن که معده‌اش. بعد در کاردیولوژی دیدن که دل نگی گفتن نه سرشوی بیماری هست. بیماری سرشویش هست. همش درست است. دیدن با همه حال شوخیاش با ما خیلی خندان شوخی کرده. بعد گفت من کمتر خواب کنم. خواب کرد. ما رفتیم خانه. بعد گفتیم اگه پگاه با خوراک فرستادن از این خانه گرفتن برای شام خوراک بردن. بعد بود که ساعت‌های 10 یکی زنگ زد تریواگه شد که گذشتن. مهمان بختی سال 1946 در ناحیه رشت به دنیا آمده است. مرحوم سالهای گوناگون در تلویزیون تاجیکستان، تاجیک تلفیلم و تئاتر لاهوتی کار کرده است. مهمان بختی سالهای 1995 2000 وکیل پارلمان و سال 2005 تا 2010 عضو مجلس ملی بود. ادیبان از نقش او در ادبیات ستایش میکنند. ای جوانی مهمان بختی در چند جمهوری دیگر در روسیه هم به صحنه گذاشته شده بود، چون که زندگی انسان زمان معاصر درد ارمان‌های امون را حالت‌های بسیار عجیب زندگی همون زمانه را در بر میگیرن، فرا میگیرن، حقوق اطوار انسان را. و سرودنویس هم همچنین سرودنویس هم اون کس بهترین سراینده های ما سرودهای اونه از عشق محبت. مهمان بختی از سال 2003 تا 2015 رئیس اتفاق نویسندگان بود. بعضی ها از این دوره کاری او انتقاد کرده میگویند در این دوره نقش ادیبان در جامعه کمرنگ شد. خود مهمان بختی 8 سال پیش در صحبت با رادیوی آزادی این تنقید را رد کرده گفته بود رمان و پاوست های بسیار جالب ایجاد شده است. چیزای ادبی بسیارش با کار شخصی هر یک ادیب است. رئیس اتفاق نویسنده که از نام وی اثر نمی نویسد، با فعالیت هر روزه هر یک ادیب داخل دارد و لیکن محاکمه اثرها این کار اتفاق نویسنده است. ارزش‌گذاری به زحمت ادیب در دوره فعالیت مهمان بختی اون چنانه که بود اما خیلی منظم. یک بخش اساسی کار مهمان بختی دراماتورگی او است. مهمان بختی مؤلف نمایشنامه‌های زیاده از جمله فردوسی، شاه اسماعیل سامانی، طلسم سیحون و غیره است. لحظه جاوید همون کشتار 3 نفر آموزگاران سال 1929 از جانب باسمچیان در قرم رفته بودند. 3 نفر معلم، اولین معلمه ها که به مردم نور و معرفت میبریم که امید بسته بودند، از جمله کریم جان حسین زاده هم همون وقت به قتل رساندند. این لحظه بعد راهزن و کوزه‌گر یک قصه بسیار عجیب که بارها سالها در تئاتر دولتی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی رفته بود. مهمان بختی رفت، آرزو و آرمان‌هایش هم با او رفتند. نزدیکانش گفتند در آخر حیاتش درباره وضع تئاتر بسیار فکر میکرد. مهمان بختی همچنین نیت داشته است اثرهای خود را در چند جلد گردآوری نماید. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.